و رسول اکرم علیه السلام میفرماد لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر. همه شما باید امر به معروف و نهی از منکر داشته باشید. اگر چنانچه به خاطر ملاحظات، که گاهی بعضی از ما به خاطر ملاحظات میگه من شغلم طوریه که اگر چنانچه در بیفتم با فلان و فلان منافعم به خطر میفته، موقعیتم به خطر میفته، استخدام نمیشم، نمیدونم فلان چیز کارم انجام نمیگیره. نه، اینها مسائل زودگذره. تو مسئله ماندگار خودت را فدای مسئله زودگذر نکن. هوشیار باش. او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا من عنده. اگر به این وظیفتون عمل نکنید، خود پیامبر میفرماید نزدیک میشی که خداوند متعال یه عقوبتی فراگیر بر همه شما بفرستد. دیگر چه کسی که گناه میکنه، چه کسی که تماشاگره، فرق نمیکنه، همه یکسانند. اون کسی که گناه میکنه و اون کسی که از دور نظاره‌گره و تماشا کننده است و عکس العمل نداره و کنش نداره، بی تفاوت در برابر اون هست، همه اونها مستوجب عقوبت الهی میشوند، چون همه اینها گناهکارند. همونطور که خداوند درباره بنی اسرائیل فرمود لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بنی اسرائیل مستحق لعنت شدند، توسط پیامبران لعنت شدند. پیامبران پرچمدار رحمت بودند برای بندگان خدا، برای امتهاشون، همیشه خیرخواه آنها بودند. اما وقتی لجام گسیختگی، جسارت، گستاخی افراد به خارج از حدش میشه، اونها پیامبران خدا هم لعنت میکنن در اون قوم. چرا لعنت شدن بنی اسرائیل؟ ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون. اونها به سبب معصیتی که داشتن، به سبب تعدی و تجاوزگری که به حدود الهی داشتن. خداوند متعال برای ما حدودی تعیین کرده، روابط زن و مرد با تابع اون حدود و اون مقررات باشه. رعایت نکردن اون مقررات اعتدا و تجاوزگریه. هر کس به حدود الهی تعدی کنه به خویشتن ظلم کرده است. تصرفات مالی همه اینها داره حدود و ضابطه و قاعده و معیاره، همه اینها باید رعایت بشه. همه لباس پوشیدن ها، مرد، زن، همه اینها حدود داره، ضابطه داره، باید رعایت بشه. خوردنی ها و نوشیدنی ها، چه چیزهای حلاله و چه چیزهای حرامه، مرزها تعیین شده. خداوند متعال حلال و حرام را برای ما بیان کرده. پیامبر اکرم علیه السلام هم بیان کرده ان الحلال بین و ان الحرام بین. حلال خدا مشخصه، حرام خدا هم مشخصه. باید این مرزها رعایت بشه عزیزان، باید رعایت بشه.